تو حامله دار شده پسری تولد میکنی و نامش را عیسی میگذاری. او بزرگ میگردد و پسر خدای تعالی خوانده می شود. خداوند خدا تخت اجدادش داوود را به او می دهد. او تا ابد بر خلق یعقوب حکمرانی می کند و پادشاهیش هیچگاه به آخر نمی رسد. مریم به فرشته گفت: من چطور حامله دار می شوم که هنوز دختر هستم؟ فرشته به او جواب داد: روح القدس وجودت را فرا می گیرد و قدرت خدای تعالی در تو عمل می کند. از این سبب آن کودکی که تو تولد می کنی مقدس و پسر خدا نامیده خواهد شد. آخر خویش تو الیشبه هم که هرچند او را نازای می شماریدند در پیرانسالی پسردار می گردد و الکی ماه ششمی حامله داریش است. برای خدا هیچ چیزی غیر امکان نیست. مریم گفت: من بنده خداوند هستم و بگذار هر چیزی که گفتید اجرا شود. سپس فرشته از پیش او رفت.